من خواهش میکنم که همه شهروندان به مسکن نگردن، احتیاط جسم حیات گفته با واقع همین کسلی با احتیاط کنند با بهتر است. من خدا باشکر در عالم من 25 کس زندگانی میکند، یگان تش کسل نیست. خدا شکر. در سخنان قهرمان ما بیان شریف البته حقیقتی هست، زیرا راهبری محله رودکی شهر پنجکین در همکاری و راهبری استاد شهری اوید به مبارزه با کووید 19 نسبت پیشگیری این بیماری بی‌طرف نبود و امروز هم بی‌طرف نیست. شهروندان عزیز، همسالای عزیزم، همه کسا شویم مگر کووید 19 گم می شود. البته این همه کار دست جمعانه باید که شود. کسی که بینیم باید گوییم که نقاب استفاده برید. در محله کارهای تشخیصی ترغیباتی بین ساکنان از جمله بانوان بابت پیشگیری کووید 19 به راه مانده شده بود. در این سمت رئیس شورای بانوان محله بیبی جان خالق و تشبث نشان میدهد. اگر هر کسی که گیگین شخصی خودش رعایت کند، دستش شاید نقابش کند، اگر هیچ وقت کسل نمی شود. برای من با همراهی با بای دلارم تشویقات برده محله با معرکت تویو با مردم گفتنی هستم که هر یک آدمی که گیگین شخصی خودش رعایت کند، اگر هیچ گاه وای بیمار نمی شود. مصاحبه با چند نفر ساکنان دیگر محله نیز نشان داد که آنها بابت پیشگیری کووید 19 بی‌طرف نیستند و در عوض از دیگران از جمله راننده‌های نقلیات مسافرکشان خواهش دارند که هنگام اجرای وظیفه از نقاب‌های محافظتی استفاده برند. مارشروتکا می‌داره دکتش نقاب دارد، دکت دیگهش ندارد. میشینه میسوف هم ممکن یک دیگرش به میگذارد. بازار میره دکت هست، دکت نیست. همینا بند رعایت کنند. در خانه دست ششته درون از کوچکی آمدن. حادثه مارشروتکا در بازار بسیار ناگوار گیره ممکن. چون که مارشروتکاچی‌ها بسیار آدم بار میکنن. بسیار آدم میشنونن. قاعده مسافه رعایت نمیکنن. راهبری محله با اداره تشکیلات‌هایی که در حدود این منطقه جایگیر شدند همکاری دائمی علاقمند با مسائل مختلف از جمله مبارزه با کووید 19 دارد. هنگامی کاربری ما با ساکنان محله رودکی زیاده از 20 عدد موادهای آنتیسپتیکی و به هر یک شخصی از این محله 10 دانگی به حساب میانه 150 عدد نقاب‌های یک دفعینه تقسیم کرده دادیم. اینچنین ما به بیمارخانه بچگانه که در همین محله جایگیر هست 18 عدد موادهای آنتیسپتیکی و 380 عدد نقاب‌های بسیار کرده بچگانه و کلانسالانه تقسیم کرده دادیم. روزی در محله بودن با ساکنان نیز واخوردیم که با بیماری کووید 19 گرفتار شدند و خوشبختانه با آن پیروز گردیدند. 23 ماه سپتامبر کسلی احتلاب شش میگویند من هم خیلی کسل شدم. من یک ماه خانه نبراندم. قاعده رو رعایت کردم. بیرون براندم دستم شدم. نزدم به هیچ کس درآمدنی نموندم. فقط یک دخترچه هم که همشیره طب می باشد همون با نقاب با همون محلول هایی که آنتیسپتیکی می درآمد اوکول و داروهای من کرده می برآمد. از همین سبب در خانه تبابت گرفتم. من بستری نشدیم. من آزاد نغز این سبک این کسلیه گذراندم. البته حیات هر کس سلامتی دست خودش برای من میخواهم که سلامتی دست خودم باشد، همه خودش احتیاط کند. خودم از گذراندگی خودم میگم که یگان کس بیمار نشود، همه خودش احتیاط کند. گزارش از محله رودکی شهر پنجکین دلیل بوده میتواند که اینجا با راهبری رئیس کمیته دلارام بابایوا تدبیرها در سمت پیشگیری بیماری کووید 19 راه اندازی شده و آنها از طرف ساکنان جانبداری میشوند.